بدترین نوع قهر کردن توی رابطه چیه؟ قاعدتا هر کدوم از ما به نسبت ویژگی‌های شخصیتی که داریم یک سری رفتارهایی داریم که موقع قهر کردن از خودمون بروز میدیم. این رفتارها میتونه سکوت باشه، دعوا کردن باشه، دوری کردن باشه و یا هر چیز دیگه‌ای. ولی یکی از مخربترین این رفتارها میتونه سکوت باشه. سکوت علاوه بر اینکه مشکلی رو حل نمیکنه، میتونه باعث ایجاد اضطراب بسیار زیاد توی طرف مقابل ما بشه و همینطور حس طرد شدگی رو در اون ایجاد کنه که این احساس ها میتونن باعث بشن که طرف مقابل ما یک سری رفتارهای ناسالم و هیجانی داشته باشه. این رفتارها باعث میشن که رابطه به چالش بیشتری کشیده بشه و نه تنها مشکل اصلی حل نشه، بلکه تعداد مشکل‌ها زیادتر بشه. پس راهکار اصلی اینه که به جای اینکه توی رابطه سکوت کنیم، با حل مسئله و صحبت کردن راجع به مشکل اون رو حل و فصلش کنیم. شما حق دارید که اول کار هنگامی که عصبانی هستید، برای اینکه خشم شما فروکش کنه یک زمانی سکوت کنید، ولی این سکوت نباید طولانی مدت بشه چون بسیار آسیبزا میشه.